Ay battı, subh açıldı, Zeynep nevaya geldi. Zehra dedi Hüseyin vay, alem sedaya geldi. فرازنامه بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای هیئت رزمندگان اسلام. هیئت‌ها نمیتونن سکولار باشن. هیئت امام حسین سکولار ما نداریم. هر کس علاقمند به امام حسینه یعنی علاقمند به اسلام سیاسی است، اسلام مجاهده، اسلام مقاتله است، اسلام خون دادنه، اسلام جان دادنه. این اعتقاد به امام حسین معناش اینه دیگه. اینی که آدم توی مجلس روضه مراقب باشه که نبادا وارد مباحث اسلام سیاسی بشه، این غلط. البته این حرف معناش این نیست که هر حادثه سیاسی تو کشور اتفاق میفته ما باید حتما توی مجلس روضه اونو با یه گرایش خاصی حالا یا اون طرف یا اون طرف بیان کنیم و احیانا با یه چیزایی هم همراه باشه. این نه، اما فکر انقلاب، فکر اسلام، خط مبارکی که امام رضوان الله علیه در این مملکت ترسیم کردن و باقی گذاشتن، اینا بایستی در مجموعه ها حضور داشته باشه. نکته بعد که خیلی مهمه همین مسئله تربیت نیروها یا حراست از نیروهای گوینده و خواننده از خطاها و اشتباهاتش خیلی مهمه. ما واقعا یکی از گرفتاری هامون اینه چقدر خوبه که در این محافل هیئت‌ها به مسئله قرآن خوانی و معارف قرآنی اهتمام ورزیده بشه. چقدر خوبه که در این نوع خوانی‌ها مضامین اسلامی، مضامین انقلابی، مضامین قرآنی گنجونده بشه. هیئتی بودن که تعبیری از بی‌نظم بودنه به خاطر چیه؟ به خاطر این است که وقتی کسی وارد هیئت امام حسین میشه هیچ کس بهش نمیگه فلانجا بشین فلانجا نشین، فلانجور بشین فلانجور نشین، کی بیا کی برو. کاملا همه تحرکات برخواسته از اراده مردم و خواست خود مردم که اونم ناشی از ایمان اونهاست. این چیز خیلی خوبیه، اینو باید نگه داریم. یعنی ارتباط هیئت را به ایمان مردم، عشق مردم، جاذبه و گیرایی خود هیئت و خود این عمل و این قانون برای دلهای مردم خیلی با ارزشه. این کاریست که هیچ کس دیگه نمیتونه غیر از شما بکنه.